خب دوستان عزیز، این مکتب توحیدی قوم است که قبلا در از دو خیمه جمع شده شاگردها. البته فعلا جمع تا بلکه مکتب در سرانجام نرسته، در از دو خیمه جمع شد. این دوستان عزیز، واقعا سخته. شاگردها میمد در بین ازی اتاق دبله خاک بشینه درسی خانه دیگه. این اتاق درسی امروز که روز جمعه هم هست، البته ما یک روز دیگه هم بازم می انشالله درست ویدیو درست میگیریم دیگه. فعلا چه یعنی بعد از ظهر ساعت 5 بجه میال واقعا چه گرمه داخل بزی دیگه. این مال گرم است دیگه، این چاش روز که بخی گرمه دیگه. خب بازم و اینمی مکتب نیاز به بودجه داره، نیاز به همکاری شما داره. در و پنجرهش یعنی میت رقم سیمان کم بود داره، دیگه بودجه کاملا خلاصه دیگه کاملا خلاصه. نیده دسترس از مو امی صاحبی بیلم طلبگاره، ٹھیکه‌دارم طلبگاره، کارگرای عزیز طلبگاره. بسم الله الرحمن الرحیم. نام از ما خادم حسین، نشمندی امزی قوم هستیم. ما منجی یک 25 خانه 30 خانه است. دمی مکتب بسیار نیاز شدید داره دیگه. هر کس صدای از مور میشینه سلام زیاد براش برسد.